اشو شد. آره. اینکه همیشه تو برنامه قبلی هم، یعنی تو برنامه قبل هم همیشه در مورد خرید دلار میگفتی. یکی از سوالاتی که امشب میخوام ازت بپرسم همینه که آیا مردم دوباره بازم دلار بخرن؟ نه، چون خیلی سوال از من پرسیدن، گفتم آقا پیمان کردن 6 ماه پیش داره به شما میگه آقا بخرید، هی بخرید، هی بخرید. یکی از سوالات هم همینه که میخوام در مورد دلار ازت بپرسم. حالا بیان ببینیم که بریم دیگه شروع کنیم. فکر کنم اوکی شد. آره. خب خانم ها آقایان، درود بر شما، شب شما بخیر، خسته نباشید. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و روزگار به کامتون باشه. آنقدر گفتید که آقا این کلاه رو بردار، خلاص ما کلاه برداری کردیم دیگه، کلاه از سرمون برداشتیم. امیدوارم که دیگه ما رو با این چهره جدید قبول بفرمایید. شما که همیشه به من لطف داشتید. خیلی خوشحالم از اینکه امشب هم در خدمت شما، در کنار شما، با شما عزیزان جان هستم. صادق. سلام و درود خدمت همه دوستان عزیز که دارن ما میبینن و میشنون. آقا پیمان عجب موهایی به هم زدی، خدایی خیلی خوب شد. من به نظر من خیلی خوب شده، خیلی عالی شده. البته اینم باید بینندگان و شنوندگان عزیز باید متوجه باشن که هنوز مونده، هنوز رشد موهای پیمان مونده و تا 6 ماه دیگه هم همچنان رشد میکنه. چون مال منم تقریبا مثل آقاپیمان بود. ما هم این وسط بالاخره مو نداشتیم، رفتیم کاشتیم که اینجوری شد. آقاپیمان هم اینجوری خواهد شد. خب صادق، من در اول برنامه به تبریک بگم. زادروزت و تولدت مبارک باشه. امیدوارم که همیشه سایت بر سر خانواده عزیزت باشه، همیشه سلامت و تندرست باشی و واقعا هم از خدای کنار قلبم میخوام که سال آینده ما بخوایم زادروزت و تولدت رو در انزلی، در یکی از این کلاب‌های خود بچه‌های انزلی بگیریم و خلاصه یه جشنی اونجا برگزار بکنیم. دمت گرم. به امید هم بود. پیمان بریم سر وقت سوالات. این که بچه قبل از اینکه من سوالات مطرح بکنم، این لایک این پایین، قلب این پایین رو فشار بدید. تعداد اون لایک های بالا اگه بخواد بره بالاتر، این ویدیو وایرال میشه توی داخل یوتیوب و خیلی از افراد دیگه میفهمن که ما لایو داریم. چون خب پیمان عزیز و خودم خب ما قبلا توی اینستا لایو میذاشتیم، بعضی ها هنوز نمیدونن، هنوز باز هم از من میپرسن آقا لایو چی شد، چرا لایو نمیذارید؟ این لایک پایین رو فشار بدید، بذارید دوستان دیگر هم متوجه بشن که ما لایوامون دیگه تو یوتیوب هست. اینستا دیگه ما رو زده ترکونده. نگاه اگه اجازه بدی صادق، قبل از اینکه سوالاتتو مطرح بکنی، یه دو تا موضوع الان برای من اومد که بذار اینو من حتما بگم، چون یه افتخاریه برای کل مردم ایران که این دو تا عزیز، دو تا جوان ایرانی تونستن اسکار بهترین انیمیشن کوتاه رو بگیرن. این واقعا در تاریخ ایران قابل توجه. من خودم به شخص خیلی خوشحال شدم. دیشب انقدر دیگه برنامه زیاد بود و سوال بالا زیاد بود، من نرسیدم که بگم. بذار این رو من بگم. خلاصه ما هم به سهم خودمون از این دو عزیز خلاصه یک تشکر و قدردانی کرده باشیم. میگه انیمیشن در سایه سرف ساخته حسین ملایمی و شیرین سوهانی یک شنبه 12 اسفند جایزه اسکار بهترین انیمیشن کوتاه را از آن خود کردند. این اثر با کسب چندین جایزه از جشنواره‌های معتبری مثل ترابیکا و لس آنجلس در آمریکا، اسپارک در کانادا و انیما اینا نمیدونم چیه در اسپانیا به اسکار راه یافت. شیرین سوهانی و حسین ملایمی زوج هنری جوان ساکن تهران هستند. دانش آموخته کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن آفرین از دانشگاه هنر تهران هستند. در سایه سر روایت کوتاهی از رابطه خاص یک پدر آسیب دیده از جنگ با دخترش است که در حاشیه خلیج فارس زندگی می‌کنند. این انیمیشن توانست برای سومین بار یک جایزه اسکار را نصیب اثری ساخته شده در ایران کند. پیش از این فیلم‌های جدایی نادر از سیمین و فروشنده موفق به کسب جایزه اسکار شده بودند. من هم به سهم خودم، حالا بچهای سردبیری، تبریک میگیم به این دوتا زوج هنری عزیز ما که تونستن واقعا افتخار آفرینی بکنن. به همون اندازه‌ای که جمهوری اسلامی داره در جوامع بین الملل حیثیت و آبروی ما رو میبره، به هر حال عزیزان هنرمند ما، نخبگان فیزیک و شیمی و ریاضی و کامپیوتر و بچهای مهندسی و فنی و اینها دارن آبروداری میکنن در کل دنیا. المپیادهای مختلف میرن، جوایز این چنینی میگیرن و ایشون که دیگه الان تکمیل کننده بود به نظر من این زوج جوان تونستن اسکار بهترین انیمیشن کوتاه
تحت عنوان در سایه سرب رو ساخته زوج ایرانی رو کسب بکنن که من اینجا بهشون تبریک میگم. یه موضوع دیگر رو میخواستم به شما بگم. خیلی به من میگن که آقا پیمان حالا اگر این تابلوی دلار و یورو هم اگر دست نیروهای امنیتی و اطلاعاتی هست، شما زحمت بکش قیمت ها رو در روز سر ما بخون. حالا من در فواصل برنامه کار رو میکنم، چشم، به هر حال قیمت های کاذبیه، اصلا اینجوری خرید و فروش نمیشه، ولی حالا که شما خواستید ما این کار رو میکنیم. یه موضوع دیگه هم خیلی از این دوستان اشاره داشتن که من حتما در این برنامه بگم و من در فواصل برنامه خواهم گفت، در خصوص اینکه میگه که آقا پیمان چرا همه میگن که بعد از اینکه انقلاب ملی ایران به پیروزی رسید ما این عمال جمهوری اسلامی رو یا این اراذل اوباش رو از دم تیغ بگذرونیم و تیر چراغ برق و اینها. نه، من پیشنهاد میدم این کارو بکنم. اون پیشنهاد امشب میخوام بگم پیشنهاد خیلی جالبیه که فکر کنم برای شما هم جالب توجه باشه. صادق ببخشید. بسیار هم بازم تشکر میکنم از کامنت هایی که برای من میذارید، خیلی لطف دارید، خیلی خیلی ممنونم ازتون. فقط اون لایک رو پایین فشار بدید. پیمان فکر کنم بارها ما تو همین لایو اینستاگرام که قبلا بود، تو اون موقع که دلار 50 تومن بود، 60 تومن بود، 70 تومن همینجوری داشت میومد بالا، اومدی میگفتی که آقا بیاید دلار بخرید، بیاید طلا بخرید، طلای بدون اجرت بخرید. همیشه اون لایوامون هستش، دوستان میتونن حالا 6 ماه قبل رو برن ببینم. اون موقع که دلار 45 50 تومن بود، پیمان داشت میگفتش که آقا دلار بخرید. خیلی آقا میومدن اعتراض میکردن که آقا ما دلار بخریم، نمیدونم الان دلار رفت بالا، الان میاد پایین. ولی خیلی ها هم خریدن، سود که نمیشه گفت سود کردن، ارزش پولشون الان مثلا اگر اون پولو داشته هیچ ارزشی نداشت، ولی اون پولو گرفتن دلار خریدن، سود نکردن. میدونیم که سود نکردن، ولی ارزش پولشون حفظ شده و کم نشده. الان هم دوباره همین جریانات داره پیش اومده و دلار ثابت مونده. 3-4 روزی هستش حالا قبل از اینکه این مردی که استیضا بشه همینجوری ثابت موند و همینجوری هم ثابت مونده. به نظر تو و بورس هم خیلی وحشتناک چیز شده. حالا درباره بورس هم دیشب می‌خواستم سوال ازت بپرسم، نشد. درباره بورس امشب می‌خوام ازت بپرسم و تو همین ادامه همین دلار هم به ما بگو که از وضعیت بورس. میخوام ببینم که باز هم تو پیشنهاد میدی که مردم دلار بخرن، طلای بدون اجرت بخرن. آیا باز هم دلار بالا خواهد رفت تا شب عید یا نه؟ نگاه صادق، امروز من احساس میکنم که با صحبتایی که پزشکیان کرد در این همایشی که دعوتش کرده بودن و آمد یه حرفای خیلی بدی زد، خیلی مشمئز کننده و ناراحت کننده بود. یعنی یه جورای دیگه تکلیف رو بر همه مشخص کرد. اینکه رئیس جمهوری یک کشور وقتی برمیگردیم میاد میگه که آقا وقتی میبینید یه جا داره به شما سخت میگذره، یه جا داره مشکل گشا نیست و فلان اینا، هجرت بکنید. عملا این حرامزاده که سگ دستآموز علی الاغ خامنه‌ای داره به مردم میگه آقا این کشور خودتون رو، خاک خودتون رو، ناموس خودتون رو، وطن خودتون رو بذارید رو از اینجا برید، هجرت بکنید. واقعا این قفله در تمام دنیا، هیچ کس این کارو نمیکنه. تمام دولت‌ها، تمام رهبران دولت‌ها تمام تلاششون رو میکنن که مردم آن سرزمین رو نگه دارن با هر شکل ممکن. چرا؟ چون واقعا ثروت به پر بودن خزانه و داشتن طلا و پول و اینجور چیزها نیست. ثروت یک کشور مردم آن کشور هستن، مشخصا جوانان آن کشور هستن. ولی خب حالا اینها احمق‌هایی هستن که متاسفانه 46 سال ما افسار رو دادیم دست اینها و خلاصه هر غلطی که دلشون میخواد دارن میکنن. وقتی یه همچین شخصی این رو داره میگه، اون حالا رو نادانی خودش داره میگه، ولی با علم این باید ما بهش نگاه بکنیم که این وقتی میبینه خزانه خالی، ناترازی‌های فراوان تو بخش انرژی و مالی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی داریم، داره یک همچین حرفی میزنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه دولت وصل به جمهوری اسلامی عنقریبه که دیگه سرنگون بشه، پاشیده بشه و اینها. پس الان عاقلانه ترین کار چیه؟ عاقلانه ترین کار اینه که دیگه واقعا این تومان یا ریال یا این پول جمهوری اسلامی رو آدم باید تبدیل بکنه یا به دلار یا به طلا. من همیشه همین رو گفتم، الانم با ضرس قاطع، با قاطعیت خدمت شما بینندگان عزیز عرض میکنم که این کار رو انجام بدید. هر طوری که شده، هر جایی که گیر میارید، دلار و یورو و اینها بخرید، یعنی ارز خارجی بخرید، حالا هر چی میخواد بشه، برید خریداری بکنید. مطمئن باشید که ما تو همین شب عید، من دیدم امروز صادق تازه اولین قیمت‌های جدید اومد تو بازار.
یکی از بچه‌ها از این آجیلو پسته چیبش خشکبار فروش بود تو بازار شیراز برای من امروز گفت پیمان قیمت اصلی پسته الان آمده دست من دارم برای اولین بار اینو درجش میکنم. پیمان جان هر یه دونه پسته 1800 تومان. صادق 1800 یک دونه پسته. این فاجعه است. الان من میخندم از ناراحتی، از خشم، از عصبانیت. گفت پیما اینو من با چه رویی اصلا باز کنم بذارم اونجا، حالا 2 نفر رد بشم من نبینم، یه مشت بردارن من بدبخت شدم. ببین کار به کجا کشیده شده. خب این تازه رو اینه. من امروز دیدم که بازاریان نشستن، اتحادیه با هم نشستن تو تهران به توافق رسیدن که قیمت‌های حبوبات رو بذارن. صادق همین الان ما افزایش 100% قیمت حبوبات رو داشتیم تو این 1-2 هفته‌ای که گذشته. میگه نه اون اصلا حساب نیست، بیایم قیمت جدید رو بذاریم. قیمت جدید رو اگر بخوام بذارن واقعا الا ماشاءالله بالا خواهد رفت، یعنی اوضاع بسیار بغرنج خواهد شد. ناکن این قیمت دلاری که الان دارید به صورت حباب میبینید، یعنی همینجور مونده، چند روز الان دلار مونده و شما میگید چه کار بکنید. من دارم عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز، همین دلار با همین قیمت رو هم برید بخرید. دلار باید تا شب عید خودش رو به 100 تومن برسونه. مثل این میمونه که این قیمت دلار مثل یه آدمیه که داره روی آپارتمان برق رفته، نمیتونه با آسانسور بره بالا، داره از پلکان میره بالا. این هر مقداری که نفس داره میره تا یک جا میرسه، وای میسه، یه نفسی دوباره تازه میکنه، دوباره میره بالا. الان اتفاقی که برای دلار افتاده همینه. الان داره نفسگیری میکنه. خب داره نفسگیری میکنه، دوباره این دفعه دیگه پرش بکنه، شما مطمئن باشید 100,000 تومان رو با این وضعیتی که الان ما داریم تو بازار و تو وضعیت اقتصادی کشور میبینیم به خودش خواهد دید. شک نداشته باشید. امروز شاخص بورس هم اصلا قابل توجه بود که 60,000 ریزش داشت. صادق دوباره کاملا پریود شد. اون قسمت هایی هم که میبینید سبزش میکنن کار دستگاه امنیتیه، اصلا سوددهی نداره. مردم عزیز ایران، من به شما پیشنهاد میدم، خواهش میکنم به حرف من گوش بدید. من اینکه میام این حرفا رو با شما میزنم، قبلش با کارشناسای امر میرم صحبت میکنم. من امروز با 10 تا صرافی صحبت کردم، حداقلش تو اصفهان و تو گیلان و تو شیراز و تو تهران. من صحبت کردم با بیشتر صرافی‌ها که آقا وضعیت چه خواهد شد. آقا ما دلار داریم نمیفروشیم. چرا؟ چون این دفعه بره میره تا 120,000 تومان، چون واقعا هیچ پشتیبانی نیست. وضعیت دولت به هم ریخته است، وضعیت کشور به هم ریخته است. الان به خاطر اینکه به ما فشار بیارن، نهایت روزی $100 $50 بفروشیم بگیم آقا ما هم داریم کار میکنیم، ولی نگه داشتیم دلارها رو چون میدونیم افزایش پیدا میکنه. عزیزان بیننده، من با بچهای بورس صحبت کردم، میگه آقا به زور به ما گفتن تابلوها رو به رشد نشون بدیم که مردم رو گول بزنیم، بیان پولاشون رو بیارن سرازیر بکنن سمت بورس و برای خرید سهام. ولی پیمان جان وضعیت بورس بسیار اسفناکه، بسیار خرابه و وضعیت خیلی خرابه. آن بورس، آن جاهایی که سهامش خیلی ارزشمنده، خود دولت برداشته، خود سرداران تروریستی سپاه برداشتن، اون جاهایی که به درد نمیخوره رو دارن عرضه میکنن که مردمی که حالا بازنشستهایی که یه چندرغاز پول بازنشستگی گرفتن یا حالا یکی زمین فروخته، چیزی فروخته، اینها رو بخوان گول بزنن بیان این بورس هایی رو خرید، سهامایی رو خریداری بکنن که ارزش نداره. برگشتن به من گفتن تحت هیچ شرایطی به مردم بگید اصلا سمت بورس نیان، چون این وضعیت تحریم ها که داره پیش میاد اونور سال اگر جمهوری اسلامی باقی بماند آنقدر اوضاع بیریخ خواهد شد که یهو کل ارزش سهام ها یک ریزش فاحش خواهد داشت. پس الان نتیجه گیری میکنیم تحت هیچ شرایطی در سهام جمهوری اسحاقی شما سرمایه گذاری نکنید، سرمایه های خودتون رو سرازیر بکنید برای خرید ارز خارجی میگم نه اینکه بیان برید حالا لیر ترکیه بخرید که اونها الان به هر حال وضعیت اقتصادیشون دستخوش آبستن حوادث و اینها، اونها رو نه خریدن. مشخصا دلار و یورو که همیشه ثبات داره، رو به افزایش و هیچ وقت کاهشی نبوده، این کار رو انجام بدید. نهایت اینها اگر گیرتون نیومد برید طلای بدون اجرت بخرید. دوستان به هر حال متوجه میشید که ثروتتون، خیالتون جمعه، اون سرمایه‌تون زیر سر شما هست و هیچ گونه واکنشی لااقل در این روزهایی که قرار همه چیز رشد پیدا بکنه رو سرمایه شما تاثیر منفی نخواهد گذاشت. بذارید من قیمت دلار هم الان بگم دیگه. قیمت امروز بازار چی بوده.
آره امروز یورو بوده 96270 تومان آخرین قیمته. البته اینا رو من میگم این قیمته ولی کسی نمیفروشه، کسی هم نمیخره. دلار آمریکا 91550 تومان، پوند انگلیس بوده 116490 تومان، درهم امارات بوده 24910 تومان، یوان چین بوده 12570. قیمت تتر هم امروز بوده 92558، لیر ترکیه بوده 2510، دینار کویت بوده 296710. سکه کله خمینی لعنت الله بوده 74 میلیون و 950. سکه بهار آزادی هم امروز بوده 71 میلیون و 350. نیم سکه هم بوده 44 میلیون و 300. ربع سکه هم بوده 22 میلیون و 100. سکه گرمی هم امروز بوده 11 میلیون و 300 هزار. اینم قیمت امروز. نمیخواستم اینو بگم اینجا، ولی اینکه شمایی که میایید تو کامنت مینویسید که آقا ما نون نداریم بخوریم، دلار چیه، ما بارها همینجا گفتیم وقتی بشینید تو خونه هاتون از این بدتر میشه، بهتر نمیشه، از این بدتر خواهد شد. بعضی هم از ما انتقاد کردن که ما چرا امروز این فیلم رو گذاشتیم. آخه ما هر بار میومدیم اینجا مثال میزدیم، میگفتیم آقا یه شاهی بود میگفت از این من میخواین رد بشید از سر پل، بعد بیاین ما انگشتتون کنیم رد بشیم. بعضیا گفتن آقا ما اینا رو از کجا برمی‌داری میاری، آخه از شکم خودت در میاری. ما دیگه مجبور شدیم امروز انیمیشنش رو پخش بکنیم. دیدم بازخورد خیلی خوبی داشت. خب یعنی 90% میگفتن آقا دمت گرم، خلاص اینقدر مثال زدی و اون اصل مالو برداشتی آوردی پخش کردی، ولی 10% میگفتن آقا به ما برخورده اینا، عزیزم به ما بر نخوره. شما اگر واقعا آخه باز نمیخوام حرف بد بزنم، شما اگر بهتون برمیخورد 46 سال تا دسته به شما فرو کردن، خلاصه یه صدایی ازتون در میاد. حالا پیمان بهبودی یه روز برای شما یه دونه انیمیشن که واقعیت روزگار ماست باید بپذیرید دیگه، اونو گذاشتی به بعضی‌ها برخورده، بر نخوره به شما لطفا. پیمان امروز خبرگزاری بلومبرگ یه خبری منتشر کرد که خیلی ها یه مقدار دلسرد شدن. میخوام ببینم که نظر تو چیه، این که پوتین اومده توی تماس تلفنی به ترامپ گفته آقا من توی این هسته‌ای ایران بهت کمک میکنم که این قائله به ختم به خیر بشه. به نظر تو این یعنی چی؟ یعنی قرار شده که این رژیم باقی بمونه یا نه پشت پرده باز هم یه سری داستان‌ها هستش؟ نگاه درست سال خبرگزاری بلومبرگ اینو گفته ولی هنوز هیچ طرف اینو تاییدش نکرده، نه آمریکا، نه خود دولت روسیه، نه جمهوری اسلامی، هیچی نگفته. اصلا فرض بر محال که محال نیست میگیم آقا اصلا اتفاق افتاده باشه، میگیم اتفاق افتاده، اینا مثلا نشستند و اینها. آقا کل اگر طبیب بودی سر خود دوا بکردی. آیه پوتین تو اگر واقعا میتوانستی وضعیت رو درست بکنی که الان وضعیت خودت تو منجلابی هستی، تو باطلاقی هستی، وضعیت خودت از این مسئله جنگ روشن میکردی. این که تو آمدی گفتی حالا ما یه کاری میکنیم، اینا میدونی داستانهای سیاسیه که رد و بدل میشه، صحبتهای سیاسی که بین رهبران کشورها. این اتفاق صادق جان هیچ وقت نخواهد افتاد. مشخصا بلومبرگ گفته که آقای ترامپ با آقای پوتین صحبت کرده، نگفته آقای نتانیاهو با آقای ترامپ یا آقای پوتین صحبت کرده. پس این ربط به آمریکا و روسیه داره، اصلا ربطی به سیاست‌های اسرائیل نداره که قراره چه کارهایی رو انجام بده. و مطمئن باشید که کارهایی رو که اسرائیل میخواد انجام بده هیچ وقت ربطی به روابط دیپلماسی و یا حالا صحبت‌های سیاسی بین رهبران دو تا کشور آمریکا و ارزم به حضور شما روسیه نداره. بعد این رو من میخواستم به شما بگم، آقای پوتین میخواد بیاد چه چیزی رو، مثلا میگن کت خدا منشی میخواد بکنه دیگه، اینا دو نفر دو طرف بشونه، میخواد این وسط بشینه. آقا اینا میخوان نهایت چه چیزی رو اینجا مشکل گشایی بکنن. صحبت‌های آقای مارکو روبیو در خصوص سیاست‌های دولت آقای ترامپ در قبال جمهوری اسلامی مشخصه. گفته آقا اینا اول باید چند تا کار رو انجام بدن بعد با ما بیان بشینن پای میز مذاکره. اون چند تا کار چیه؟ تا خرخره تمام سانتریفیوژ ها رو اولا که نابود بکنن، اون مراکز و مخزن‌های آب سنگین رو تا خرخره سیمان و بتون بریزن پر بکنن، سپاه تروریستیشون رو منحل بکنن، وارد FATF بشن، بعد تازه بیان با ما پای میز مذاکره بشینند و اونجا قول بدن که کلا فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی و فلان و بسار و اینهای خودشون رو کنار خواهند گذاشت و در وهله آخر هم از اینا میخواد که یک تضمینی رو سر میز بده که دیگه از این به بعد تا 100 سال آینده حداقل به اسرائیل
هیچ گونه گزندی نرسونه. صادق جان نه الان، تا 100 سال دیگه جمهوری اسلامی که اصلا با همین چیزهایی رو که الان ترامپ ازشون میخواد انجام ندن زنده هستن. مثلا سیاست جمهوری اسلامی اینه که همش بگه دشمن در کمین است، دشمن فلان ما باید بمب هسته‌ای داشته باشیم، دشمن اینجوری ما باید موشک با برد چند هزار داشته باشیم، دشمن اسرائیل است، دشمن اگر اینها نباشد که اراذل و اوباش 6 میلیون 7 میلیونی که در داخل ایران داره چجوری باید اونها رو خر بکنه که سر اینها سوار بشه و 46 سال مدیریت بکنه. نه، اینها هیچ وقت به توافق نخواهند رسید. من اگر 1% شک داشتم، یعنی قبلا با قاطعیت خدمت شما عرض میکردم که اصلا این توافقها به سامان نمیرسه. بارها و بارها بعضیا به من گفتن داره لابی میشه، اصلاح طلب. بله، منم در جریان بودم که داره لابی میشه. اتفاقا همینجا تو اروپا، تو فرانسه داشت میافتاد، تو آمریکا اون نایاکی‌ها داشتن خلاص رایزنی میکردن که به جایی برسند. ولی الان با رفتن همتی، یعنی کنار گذاشتن همتی و کنار گذاشتن ظریف نه استعفای ظریف، اینا ادبیات سیاسی خودشو داره، گوش میدی؟ با کنار گذاشتن اینها و رأی بر برکناری همتی با اون رأی قابل توجه که پزشکیان هی آمد گفت آقا وفاق که الان اینها کلن چه میدونم وفاق رو گذاشتن کنار و اصلا مشخص کردن که داستان چیه. من الان 100% مشخص شد برای من که اینها تحت هیچ شرایطی با آمریکا، اسرائیل که اصلا فکرش رو نکن، با آمریکا تحت هیچ شرایطی پشت یک میز برای توافق نخواهند نشست. الان تعابیری رو که عمال جمهوری اسلامی، من دیشب دیدم اون مرد رئیس سازمان تبلیغات اسلامی آخوندی هست، ریش پشم سفیدی داره و اینا، آوردنش تو تلویزیون داشت صحبت میکرد. ایشون داشت در مورد همین مارمزون اینها، ایشون آمد چند تا آیه‌ای رو به کار برد که اولش این بود که اگر مجبور هم شدیم برای این که مثلا حالا اسلام ما در خطر، ما میتونیم وارد جنگ هم بشیم. از همین الان دارن لفظاً به مردم میگن، تو ذهن مردم آماده میکنن که آقا نداریم بخوریم، باید نون خشک بخوریم، اگر آب هم نباشد صلوات بفرستیم و اینها. وضعیت جنگیه. یعنی آقای علی اولاغ خامنه‌ای تصمیم خودش رو گرفته که این کشور رو وارد جنگ بکنه. پیمان، اول اینکه من بگم از سرم پایین هسته، رضا الان از تو همونجا که پیشت هستش به من پیام داده، میگه که آقا این کاور چه نفرستادی؟ اصلا یادم رفت داشتم کاور می‌زدم. آره کار خوبی می‌کنی. بعد یه موضوع دیگه این که بچه‌ها این پایین یه قلب هست، اون قلب رو بزنید. ماشاءالله 300 و نزدیک 3500 نفر هستن، فقط 400 نفر لایکش کردن. این که لایکش بکنید کسی متوجه نمیشه. این که بیان دم در خونتون به خاطر لایک کسی نمیاد. نمیاد. به جون خودم نمیاد. خب بذار منم یه بار بگم دیگه، بینندگان عزیز قربون قد بالاتون بشم، اینو لایک بکنید، بذار بینندگان بیشتری بیان، اصلا نه شناسایی بشید. ببین وضعیت مملکت ما چجوریه، ببین این عمال حرامزاده جمهوری اسلامی با این مردم چه کار کردن که اینا از سایه خودشون هم میترسن. قربون قد بالاتون بشم. نه خیالتون جمع بشه، ما از برنامه‌های استفاده می‌کنیم که اصلا شناسایی نشه که اتفاق هم نیفته. اگر بر شما زحمتی نشستید دارید برنامه رو نگاه می‌کنید، این بغل شما این قلبی که از قربون قلب قرمزتون برم، این قلب رو بفشارید تا بذارید بچه‌های دیگه بیان و برنامه رو بیشتر ببینن. پیمان، یکی دو روز پیش یک بحثی بین حالا حاکم فیدان و حالا با جمهوری اسلامی میگفت بالاخره یه سری تهدیدا شد که حاکم فیدان جمهوری اسلامی رو تهدید کرد و گفتش که آقا شما اگر دست از این کارهایی که حالا با مخالفای ما هستن و شما دارید به مخالفای ما کمک میکنید، اگر دست بر ندارید ما میایم به مخالفای شما کمک میکنید. و یه سری تهدیدا کرد حاکم فیدان، وزیر خارجه ترکیه. امروز هم رژیم ملاها اومد چیکار کرد؟ این بنده خدا وزارت امور خارجه خودشون رو، یعنی ترکیه رو احضار کرد که آقا سفیرش رو تو تهران سفیرش رو احضار کرد که آقا بیا این توضیح بده این برنامه‌اش چیه، چی شده، چرا شما دارید حرف میزنید. من میگم پیمان اینا خیلی رابطه خوبی داشتن با هم دیگه. از فکر میکنم بعد از سوریه بود دیگه، یه مقدار رابطه ها تیر و تار شد. این به اون میگفت، خامنه‌ای بعضی وقت اسم این کشور رو نمیگفت، میگفتش که همسایه سوریه.
یعنی حتی جرأتش رو نداشت که بگه آقا ترکیه داره مثلا این سوریه رو داره حمایت میکنه و این اتفاقات افتاده. میخوام ببینم چی شده که تو این ماه‌های اخیر اینقدر روابطشون تیر و تار شده. یعنی روابطی که خیلی محکم و مستحکم بوده، آخرین بار هم که حالا این پزشکیان رفته یا همین عراقچی رفته بغل میکردن همدیگه رو، الان دیگه از این چیز خبری نیست. جریانش چیه؟ نه یه موضوعی رو من بذارید برای اولین بار اینجا بگم. میخواستم تفره برم اون دفعه هم دلم نمیخواست بگم، ولی خب بذارید الان به شما بگم. نه شما وضعیت چند ماه گذشته تو سوریه رو که کلا عمق استراتژیک یا اصلا یک کشوری بود که محل دپوی تجهیزات سنگین و سبک، سلاح‌های سنگین و سبک جمهوری اسلامی بود و جمهوری اسلامی داشت اونجا جولان میداد. خب یهو به یک باره از دست جمهوری اسلامی گرفته شد و گذاشته شد تو کاسه ترکیه. دوستان عزیز بیننده‌ای که الان دارید برنامه رو نگاه میکنید، آقای احمد الشرعی که الان در داخل کاخ ریاست جمهوری سوریه هستند و فعلا به عنوان رئیس جمهور موقت هستند و مطمئن باشید در آینده هم رئیس جمهور قانونی آن کشور خواهند شد. ایشون قبلا به عنوان، یعنی با اسم مستعار محمد جولانی، کارمند رسمی میت ترکیه بودن. ایشون یکی از افسران عالی رتبه میت ترکیه بودن و سالها داشتن برای اینها کار میکردن. و اگر الان شما میدانید که مثلا اینقدر هاکان فیدان رابطه بسیار خوبی با احمد الشر رئیس جمهور موقت یا دوران گذار سوریه دارن، یا ترکیه اینقدر الان حساسیت داره به خرج میده، به خاطر اینکه یکی از نیروهای خودش، یکی از افسران خودش عالی رتبه ترین مقام کشور سوریه رو به دست گرفته. اینو شاید هم من و شما تا امروز نمیدانستیم، ولی این رو پشت دست دولت‌های جمهوری اسلامی به خوبی میدانستن. جمهوری اسلامی الان به شدت عصبانیه. خب به همین خاطر آمد یه سری شیطنت ها بکنه. شیطنت ها چه کار میخواست بکنه؟ ما دو جور کرد داریم. یه جور کردای مسلحی داریم که اینها مال عضو پکاکا هستن که در سوریه هم بودن. یک جور کردهایی داریم که کردهای همین مردمی میهنی مال سوریه بودن که اونا زیر نظر آمریکا هستن. ولی اینایی که زیر نظر پکاکا هستن، تازه جمهوری اسلامی بعد از سقوط آقای بشار اسد با اینها نشسته بود، به توافق رسیده بود که من به شما کمک میکنم، یعنی هر بودجه‌ای رو که بخواید به شما میدم تا دولت جناب آقای احمد الشر در سوریه رو شما نابود بکنید. اینا حتی چندین نشست ها، اگر یادتون باشه من چند روز قبل در مورد اینکه چرا اصلا تخلیه شد زینبیه، امان از دل زینب، کلا در اونجا رو بستن، همه تمام جلساتی که جمهوری اسلامی میذاشته با اینها در اونجا میذاشته. بعد بعضی از جلساتو که اینو دستگاه‌های امنیتی ترکیه فهمیدن، نه این سوریه، ترکیه فهمیدن، به احمد الشر امر کردن که آقا دارن اونجا فتنه میکنن، در اون فتنهگاه رو ببر. که اینا تمام عمال جمهوری اسلامی رو از اون محل، چون کنارش دارالقرآن بود، کنارش اصلا یک دفاتر آنچنانی زیرزمینی داشتند و اینها، تو زینبیا و نگاه میکردی یه گنبد بارگاهی بود، امان از دل زینب. اینا میگفتن ما میریم حفاظت میکنیم از حرم سرا، چی بهش میگفتن؟ دفاع حرم، مدافعین حرم. در از حرمی نبوده. اینا میرفتن از حرم سرای خودش، از دستگاه جاسوسی خودشون اونجا حفاظت میکردن که این رو احمد الشر دستور داد کلا اونجا رو تعطیل کرد. آقای هاکان فیدان اگر آمد این حرفو زد، اتفاقا علنیش کرد، عمدن علنیش کرد که تمام دنیا بفهمن که جمهوری اسلامی ما میدانیم که شما الان میخواین به پکاکا کمک مالی بکنید، حمایت مالی و تسلیحاتی بکنید که اینها بخوان دوباره سوریه رو که الان افتاده دست ما ترکیه رو به هم بزنید. و اون آقایی که گفتم هفته گذشته رئیس میت، که الان جای هاکان فیدان اومده شده رئیس میت، سازمان اطلاعات امنیت ترکیه، که به صورت خصوصی بلند شد آمد ایران و رفت با رئیس شورای عالی امنیت ملی هم صحبت کرد، با پزشکیان هم صحبت کرد، حامل همین پیام بود. گفت آقا ما میدانیم که شما دارید چه کارهایی میکنید و اینها، بهتره که دست بردارید از شیطنت. چرا طی چند روز آینده آقای اوجالان میاد اعلام میکنه که دیگه پکاکا کلا سلاحاشون رو زمین بذارن، شما دوباره در سیاست خودتون شکست خواهید خورد. اگر این کار رو بکنید ما هم مجبور میشیم که سیاست‌های خودمون و روابط دیپلماتیک ما با شما یه تغییراتی به وجود بدیم و ما میتونیم کارهایی رو که شما دارید انجام میدید ما بر علیه
شما انجام بدید. که بعد این آقای رئیس میت ترکیه به محض اینکه برگشت، فردا نه پس فردا آقای دبیر کل حزب PKK آقای اوجالان آمد اعلام کرد برای اولین بار اصلا در تاریخ یک چیز چه میدونم جالب توجهی بود، آمد گفت که دیگه ما بحث سیاسی حزبیمون رو دنبال میکنیم و دیگه از این به بعد ما واحد نظامی نمیخوایم، اسلحه ها رو زمین بذارید. خیلی هم استقبال شد این اتفاق. دوباره یک ضربه‌ای بر پیکره جمهوری اسلامی بود که جمهوری اسلامی شکست خورد. من دیدم امروز آمدن سفیر ترکیه در تهران رو فراخوان کردن و بهش گفتن که چرا آقای هاکان فیدان ما رو تهدید کرده و فلان. اون دوباره همون حرفایی که الان من خدمت شما زدم رو به وزارت خارجه ایران تحویل داد، گفت به این دلیل و به این دلیل. جالب اینجاست همین الانم که ما داشتیم با دوستان می آمدیم که من بیام وارد استودیو بشم، شنیدم که وزارت خارجه ترکیه هم سفیر جمهوری اسلامی رو خواسته برای وزارت خارجه ترکیه و ایشون رو بازخواست کرده که شما حقی ندارید اصلا سفیر ما رو تو تهران اینجوری ببرید تو سفارت، ببرید تو وزارت خارجه خودتون رو بازخواست بکنید. اگر قرار این کارو بکنه ما سفارت خونه خودمون رو در تهران میبندیم، از این به بعدم تمام مرزامون هم میبندیم، هیچ ایرانی رو وارد داخل کشور نمیذاریم تا وارد ترکیه بشه و هر ایرانی هم که در ترکیه داره زندگی میکنه همه رو اخراج میکنیم برمیگردونیم. خب اونجوری برای جمهوری اسلامی ایران یک ضربه بسیار مهلکی خواهد شد که من دیدم تا به الان سکوت کردن و این هم یک شکست دیگه برای جمهوری اسلامی بود. یه شکست دیگه هم من بخونم پیمان. جوزف اون، این رئیس جمهور لبنان، جدید لبنان، گفته که همه ارتش لبنان رو آمریکا ساخته، جمهوری اسلامی دیگر حق ندارد از مقاومت لبنان حمایت کند. آب پاکی و ریخت دست علی خامنه‌ای گدا. نگاه اینا رو آدم میبینه به این فکر میکنه که 46 سال این کثافت‌ها چه پول‌های عجیب من و شما برداشتن. صادق برید اعتراضات امروز نگاه بکنید، از بهورزان و از اونایی که تو مرکز بهداشت کار میکنند و این بچه‌هایی که بازنشسته هستن، مخابراتی ها، بچه‌های فولاد، بچه‌های نفت، همین پرستاران، کادر درمان، معلمین، فرهنگیان، تامین اجتماعی، اینا این پولاشون کجا رفته؟ مگه ما گدا بودیم؟ مگه ما نفت نمیفروختیم؟ نه، هم نفت میفروختیم هم ثروتمند بودیم. منتها من امروز دیدم که یه نفر داشت خاطره تعریف میکنه، اون زمان رئیس سازمان نوسازی مدارس بود، میگه با مظفر که اون زمان وزیر آموزش پرورش بود یه قراری گذاشتیم بریم علی الاغ خامنه‌ای رو ببینیم. رفتیم علی الاغ رو دیدیم، بهش گفتیم ما رئیس سازمان نوسازی مدارس هستیم، اینقدر بعضی از استان‌ها وضعیت مدارس خرابه، ما پنج نوبت به بچه‌ها درس میدیم، یعنی 2 ساعت بچه‌ها درس میکنن، میرن یه گروه دیگه میان، چون مدرسه نداریم ولی دانش آموز زیاد داریم. بعد علی الاغ خامنه‌ای برگشت گفت که خب چه کاری من میتونم؟ گفته آمدیم پیش شما اگر میشه یه کمکی بکنید. گفت باشه، کمک من به شما اینه که برید از مردم بگیرید. ببین چه بی‌ناموسیه اون، برید از مردم بگیرید. گفته چی کمکی شما میتونید بکنید؟ گفته من برای شما دعا میکنم. علی الاغ خامنه‌ای به وزیر آموزش پرورش و رئیس سازمان تجهیز مدارس گفته برید من برای شما دعا میکنم. بعد یک بیننده هم الان دیدم کامنت گذاشته پایینش خیلی جالبه، گفته به این علی الاغ خامنه‌ای بگو بی‌ناموس، وقتی لبنان اون تروریست‌های حماس، تروریست‌های سوریه، عراق میان پیش تو، کنار تو میشینن و وقتی میخوان برن تو چمدون دلار این مردم رو به شما میدی، آیا تا حالا یک بار خایه کردی یا یک بار شده به اونها برگردی بگی شما برید من برای شما دعا میکنم؟ یعنی این نشون میده که تا این اندازه این رخر جمهوری اسلامی نسبت به مردم داخل کشور اینقدر بی تفاوته، نسبت به آینده فرزندان ما بی تفاوته، ولی به همین اندازه ارزش قائل میشه، اعتبار قائل میشه برای تروریست هایی که تو منطقه دست به کشتار مردم بیگناه میزنن. تو هم همیشه میگفتی پیمان برا نسبت جمعی که الان هستن خر هم زیاد داریم. دیروز ویدیو داشتم نگاه میکردم، یک مرد توی بابل نزدیک 700-800 کیلو برنج خودش رو اهدا کرده بود به مردم غزه. خرم داریم آخه تو اینجا همسایت الان مطمئنم همسایت اون خبر نداری که آقا اون نون داره نداره، بعد تو برنج و فرستادی واسه غزه که چی بشه آقا؟ به جیب کی آقا؟ واسه کی آقا؟ من یه چیزی هم الان بگم که گفتی شب عیدم هست، به همین خدای کنار قلبم که شماهایی که دیگه سرگذشت منو دیدی چه خدای با کلاس و باحالیه که همه ما کنار قلبمون داریم.
شما رو با آن کسی که میپرستید، اعتقادی که دارید برای آرامش خودتون، برای آیندگان خودتون در این شب عیدی اگر واقعا دستتون میرسه کمک کنید به همسایه کار. دوستان عزیز، من حاضرم اینجا قسم بخورم که به زودی جمهوری اسلامی سرنگون میشه. اصلا شک نداشته باشید، جمهوری اسلامی سرنگون میشود. آقا با علم بر این که اینها مذاکره بکنن مذاکره نکنن، جمهوری اسلامی باید سرنگون بشود. در نظم نوین منطقه در خاورمیانه دیگر اصلا اسمی نیست تو اون لیستی که ما نگاه کردیم، دیگه اسمی از جمهوری اسلامی و آخوند و علی الاغ خامنه‌ای وجود نداره. از شما خواهش میکنم این روزها که روزهای سخته، هوای همدیگر رو داشته باشیم. حالا شمایی که میری 20 کیلو برنج میخری، یه 2-3 کیلوشو بردار داخل پلاستیک، برو به همسایه. اصلا قرارم نیست. من دیدم چند وقتی پیش یه نفر رفته کنار رودخونه یه نون بربری انداخته بود تو آب رودخونه که ماهیا بخورن، بعد فیلم گرفته بود از خودش و از اون نون بربری، بعد میگفت که اینو دارم میندازم که اینا بخورن و آرامش به قبر مادرم بیاد و فلان اینا. و گفت میدونید که من یه نون بربری رو 10,000 تومان. نه لطفا این کارو نکنید. اصلا هم نیاز نیست شما بشناسید طرف کیه یا اون بدونه که شما چه کاری کردید. شما برای آرامش خودتون، برای رضایت این خدای کنار قلبتون و برای کارما و برای طبیعت و این انرژی که پیرامون شما هست، مطمئن باشید هر چقدر بدید چند برابر طبیعت به شما برمیگردونه. شب عید خیلی ها با سیلی دارن صورت خودشون رو سرخ نگه میدارن. این کمک رو بکنید که چند وقت دیگه به پیروزی رسیدیم و مردم همه دستشون به دهنشون رسید، دستشون به جیبشون رسید، مطمئن باشید کارما کاری میکنه که همونها از اونها به شما یک لطفی خواهد رسید. ممنونم از شما. من بذار ادامه بدم همین شب عید رو. مجید افتخاری عضو هیئت مدیره اتحادیه پوشاک گفتش که پوشاک از اولویت مردم خارج شده. یعنی تنها آرزوی بچه‌ها این بود که بیان دور سفره 7 سین بشینن با اون لباس نو و یه عیدی کوچیک هم از پدر مادرشون بگیرن. همونم از اینا گرفتید. خدا شما رو لعنت کنه که چی بگم. حالا جالب اینه کجاست، من امروز با یکی از همین بچه‌هایی که کار پوشاک و اینا انجام میده گفتم خدا وکیلی بگو آیا واقعا دارید کار میکنین شب عید؟ گفت پیمان تنها فروشگاهایی که دارن کار میکنن، اونم تازه انحصارا مختص میشه به چند تا از فروشگاهایی که چک و سفته و اینها قبول میکنن. گفت فقط فروشگاهایی که لباس بچه میفروشن، کفش بچه میفروشن اینها. چون پدر مادر الهی من قربون این مردم برم. نگاه ما مردم رو با شرفی داریم، اینو باور کن صادق. ما مردم واقعا با شرفی داریم. یعنی این که میگم با سیلی صورت خودشون رو قرمز نگه میدارن به خاطر این دارم میگم. خب اینها زحمت میکشن، حالا حقوقی میگیرن، هر کاری میکنن، توی یه قلکی جایی جمع کردن، میرن لااقل حال دل بچه‌های خود، چون بچه است اسمش روش نمیفهمه، یا ولش کن. من نهایت این شلوار پارچه‌ای که دیدی که پدران ما این کارو میکردن، شلوار پارچه‌ای از پایین که زیاد بود میگه با قیچی نبرید، اینو لا بزنید که سال دیگه یه ذره بلندترش کنید بپوشید. الان هم یه همچین چیزی شده. گفت آقا وضعیت ماها، یعنی مردان فروشا، کت شلوار فروشا، اینا اصلا دیگه فراموش کن وضعیت ما رو. گوش میدین؟ میگم اگر الان شب عیدی هست برای مثلا این بچه‌هایی هست که تازه اونم چک چند ماهه قبول میکنن، میگه اصلا وضعیت خیلی خرابه. نگاه کنین ساده، ما اگر کشوری بودیم نه نفت داشتیم، نه گاز داشتیم، نه آب داشتیم، نه ذخایر داشتیم، نه پول داشتیم، هیچی اگر نمی داشتیم، من به گور پدرم میخندیدم بیام اینجا بشینم نقد بکنم حکومتو. بر پدر مادر علی الاغ خامنه‌ای و ایادیش لعنت که ما همه چیز داریم، ثروتمندترین کشور جهان هم هستیم، ولی این بی‌ناموس ها میگن نه، در احکام شرعی ما، در قانون تخمی تخیلی اسلام ما اینه که ما غنایمی که گرفتیم بین مسلمانان جهان پخش بکنیم. یعنی این پولی که ما دیدید که همین چند وقت پیش عراقچی بی‌ناموس اومد تو تلویزیون گفت ما داریم الان برنامه‌ریزی می‌کنیم برای اون کشور سومالی، نمیدونم آفریقایی یه جایی بود، گفت که بریم سریع اونجا رو که جنگ خرابش کرده بریم اونجا بازسازی کنیم. حرامزاده ها، اگر شما پول دارید بخواید برید اونجا رو بازسازی بکنید، میان کرمانشاه رو که هنوز اون نمیدونم زلزله‌ای که آمد هنوز همه تو کانکس و تو چادر زندگی میکنن. اگر واقعا شما شرف دارید، پول دارید، برید امامزاده هاشمی که تو
شفت شهرستان شفت تو استان گیلان. بعد از اون آتش سوزی که شد مردم هنوز اون بالای کوه تو اون برف نیم متری هنوز دارن تو چادر زندگی میکنن. شما اگه واقعا شرف داشته باشید به اینها میرسید. آفریقا به ما چه ربطی داره؟ عراق چه ربطی داره؟ سوریه به ما چه ربطی داره؟ ولی من بارها و بارها اومدم اینجا گفتم اینا اصلاح پذیر نیستن، باید سرنگون بشن. با علم بعد این گفتم، چون اینها واقعا صادق ایدئولوژیشون ایدئولوژی کثیف و شیطانیه. اینها نه الان تا 100 سال دیگه برای مردم ایران هیچ کاری نخواهند کرد. من خوشحالم از اینکه الان، یعنی اتحادی که الان ما مردم ایران داریم 6 ماه پیش نداشتیم. واقعا متاسفانه بعض انشقاقی به وجود می آمد، بعضی اونجوری به صورت تپه تپه هر کی یه جا بود. الان خیلی خوشحالم این اتحاد به وجود آمده و به زودی اون اتفاقاتی که قرار بیفته میفته و بعد از اون ما حضور میلیونی مردم رو 100% در کف خیابان‌ها خواهیم دید. پیمان، امروز توی خبرها اومده بود که ظاهراً آتش بس قسمت دوم آتش بس اینجوری باید بگم بین اسرائیل و حماس قرار شده که انجام بشه. به نظر تو اصلا اینا صلح خواهند کرد؟ و اگر هم بخواد صلح بکنه و آمریکا هم از اون بر سر مسائل هسته‌ای، تو خبر بعد تو سوال قبلی ازت پرسیدم، اونم بخواد بیاد حالا با رژیم جمهوری اسلامی سازش بکنه، به نظر تو اسرائیل دیگه حمله نخواهد کرد به جمهوری اسلامی؟ اسرائیل بعد از قرنها، اصلا اگر منم جای نتانیاهو بودم این کارو میکردم. هر سیاستمداری تو اسرائیل الان بیاد رأس هرم رو در دست بگیره این کارو میکنه. یه چیز اوکازیون گیرش اومده. هیچ وقت جمهوری اسلامی اینقدر پست و پلید و ضعیف نشده بود، ذلیل نشده بود. نیابتی های خودش رو از دست داده، خودش هم آن چیزی که در چنته داشت در اون صادق 1 و 2 آمد رو کرد و همچینم همه فهمیدن که این قدقدایی که میکردن و گندگویی هایی که میکردن اونی نبوده که فکرش رو میکردن. الان هر کی از راه میرسه خلاصه یکی میزنه تو سر جمهوری اسلامی. پس این بهترین فرصتی که اسرائیل کار رو تموم بکنه و این کار رو هم به زودی خواهد کرد و عجیبم خواهد کرد. ماجرای حماس هم من دیدم که آقای نتانیاهو گفت که میدونی که الان 48 ساعته کلا آتش بس دیگه تموم شده. ولی من دیدم آقای نتانیاهو همین ساعتی قبل یه بیانیه داد که آقا من یه 10 روز دیگه به شما فرصت میدم که برید بشینید فکراتون رو بکنید و بعد از 10 روز من جنگ رو دوباره استارت میزنم. کردیتش هم گرفته، گرین کارتش رو از آمریکا هم گرفته که این کار رو بکنه. آمریکا هم پشت قضیه هست. حالا خواسته اینها چه بوده؟ خواسته اینها اینه که آقای نتانیاهو برگشته گفته که به خاطر حالا همین ماه مبارک رمضان، از منظر اونها دارم میگم، از منظر مسلمان ها، و این برم اینها چند تا اعیاد دارن، اسرائیلی ها چند تا روز نمیدونم پاک دارند و فلان دارن. گفته بیا به این مناسبت ما اسرای خودمون رو به صورت حجمی مبادله بکنیم در 2 نوبت دیگه. اینکه دو تا بفرستیم اینا کلکو بکن. الان شما حجمی بفرستید، ما میفرستیم، من 1 ماه ما رمضان با شما کار ندارم، بعد از اون دوباره میشینیم مذاکره میکنیم. اونها برگشتن گفتن نه این بار دیگه آتش بس باید کلا همیشگی باشه، یعنی صلح بکنیم. نتانیاهو هم برگشت که حقم داره، برگشت گفت که آقا تا شما سلاح‌های خودتون زمین نذارید ما تحت هیچ شرایطی با شما کنار نخواهیم آمد. الان مشخصا شرط اسرائیل اینه حماس تروریستی باید کلا مدیریتش از سر غزه برداره و کل سلاحش هم زمین بذاره. من همین الان دیدم که سخنگوی تروریست های حماس هم اعلام کرد، گفت سلاح‌های ما خط قرمز ما هست و تحت هیچ شرایطی با شما ما کنار نخواهیم آمد. پس کنار نخواهیم آمد ظرف 7-8 روز آینده دوباره جنگ آغاز خواهد شد. صادق جان اینو من به شما بگم خیال همتونم راحت بکنم. اسرائیل الان در دستور کار خودش حذف کلا تروریست های حماس رو داره، کلا تروریست های لبنان رو داره و در نهایت سرنگونی جمهوری اسلامی داره. این سرنگونی جمهوری اسلامی قراره با یک اتفاق بزرگ رقم بخوره. حالا بماند اون اتفاق چه اتفاقیه. در داخل خاک ایران هم قراره رقم بخوره که دهن همه هاج و واج باز خواهد ماند. بعد از اون استارتش رو میزنه، کارهاشو تموم میکنه، به تاسیسات هسته‌ای ایران هم حمله میکنه، مراکز موشکی ایران زاغه‌هاش هم خواهد زد، مراکز پرتاب لانچرهاش هم
خواهد زد. بعد از اون یک جنگی، حالا جمهوری اسلامی خودش رو داره آماده میکنه برای یک جنگ فرسایشی که چند سال طول بکشه. من عرض میکنم این جنگ در 15 روز هم بیشتر طول نخواهد کشید و جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد. پیمان، این توله های حسن خرس‌الله همونطور که خودت هم گفته بودی تو تهران هستن و این زینبشون، زینب نصرالله، اومده گفته که ایران کشور دوم من است. اینا با چه هزینه‌ای، با چه پولی، از کجا میارن میخورن؟ کی هزینه اینا بهشون میده؟ کی شام نهار بهشون میده؟ کار که نمیکنن 100%. پسرش که فقط میاد اونجا میخوره میخوابه، دخترش هم که کل خانواده‌اش هم تو ایران. چی کار میکنن؟ اینا هزینه هاشون از کجا میارن پیمان؟ نگاه اشاره خوبی کردی. بذار اینو اول بگم، شاید مردم خیلی اصلا ندونن. نگاه سفارت فلسطین در ایران الان نمیدونم 30 سال چند سال راه اندازی شده. اند 30 سال ساختمانی که گرفتن اجاره ماهانش رو دولت داره پرداخت میکنه. عجیب مالیات شما مردم ایران، من و شما مردم ایران. تمام هزینه هایی که خودروهای مرسدس بنزی که گرفتن، ضد گلوله‌ای که دادن دست سفیر فلسطین، نمیدونم تمام خرجاشون با جمهوری اسلامیه. تمام دفاتر حماس، نیابتی ها، کتائب، نمیدونم کوف، زهرمار، جنبش عمل، نمیدونم چی، اینا همه تو تهران، همشون هم تو بالای شهر دفتر دارن. آقای صادق خان، تمام هزینه های اینها با پول جیب مردم ایرانه. خونه های آنچنانی برای اینا تو پاسداران، تو نیاوران، تو شرک قلب، تو اینها گرفتن. تمام اجاره اونها عجیب مردم ایران با دستور علی الاغ خامنه‌ای داده میشه. در مورد همین مشخصا حزب الله، این زنش که الان با 2 تا دخترش و با یه پسرش که داره آخوندی تو قم میخونه، اینها اول آمدن رفتن تو شرک غرب، یه مجتمعی هست مال وزارت اطلاعاته، اینا رفتن اونجا. جالب اینجاست پسرش آمده بود گفته بود که من میخوام راه پدره رو برم، یعنی خامنه‌ای به پسر توصیه کرده بود، یه انگشترم بهش داده بود، گفته بود تو میتونی جای پدرت باشی. اینو اسرائیل فهمید توسط یه پیک موتوری یک نامه‌ای رو برداشتن بردن تو شرک غرب، داخل صندوقچه اینها انداختن. مشخصا برای زن حسن خرس‌الله نوشتن که ما میدانیم تو الان کجا هستی که این نامه رو انداختیم تو صندوق شما، وقت نداریم؟ نه مشکل نداره. گوش میدی؟ که برگشتن گفتن که این نامه‌ای که ما الان انداختیم تو صندوق، یعنی میدونیم تو الان خونت کجاست، کاری نکن که تو رو، پسرتو، دختراتو منفجر کنیم تو همین شرک غرب. که خود وزارت اطلاعاتی ها کپ کرده بودن که رفتن پیک موتوری رو با دوربین ها و پوربین ها پیدا کردن. محمد گفت من سر بازار پیک موتوری هم مثل همه، یکی به من این نامه رو داد، گفت زحمت بکش برو، 50 تومن کرایه‌ام بود، به من 200 تومن کرایه داد، من با سر برداشتم آوردم. گوش میدی؟ بعد از اون می‌خواستم دسترسی رو به بینندگان عزیز بگم که اینها آمدن زن و بچه‌ش رو از شرکه غرب برداشتن، دوباره آوردن تو خونه‌های سازمانی وزارت اطلاعات تو اکباتان. حتی ما گفتیم جلوی کدوم آژانس مسکنی هست، کدوم ساختمون هست، کجا هست، اینا رو آوردن اینجا اسکات. تمام هزینه‌های اینها ماشین، 2 تا ماشین شاسی برای اینها با راننده اینا رو میبره میاره. اون نیروهای اطلاعاتی هستن. حقوقشو دولت عجیب مردم ایران میده. کرایه رو، پول، بهترین غذاها و میوه و خرید و خرج و کوفت و زهرمار رو همه رو از جیب مردم ایران برمیدارن برای این قالتاقا. خب این زینب خانم نیاد بگه اینجا کشور دوم منه کی من میخوام بیام بگن. از این ور پزشکیان زنازاده خر پیر میاد به من و تو، به مردم ما میگه که ترک بکنید این کشور رو، برید اگر اینجا داره به شما بد میگذره. بعد از اون ور میرن افغانی ها رو میارن. من امروز تو مشهد یکی از این شهراش اسمش الان یادم رفته، برام خبر فرستاد، برای من عکس فرستاد، سلفی، برگشت که آقا پیمان نگاه کن، جلوی من 15 نفر وایسادن نون بربری بگیرن، اند 15 نفر افغانیان، من ایرانی نفر 16 همم. امیدوارم که تا آخر شب اینجا نون به من برسه. به ماها میگن برید بیرون. چرا؟ ما منتقدیم. چرا؟ ما رفاه میخوایم، آسایش میخوایم، حقمون رو از پول نفت و گاز و فلان مملکت میخوایم. به ماها میگن برید سربار اروپا بشید، اونجا مسترا بشورید، بدبخت بشید، فلان، فقط گم شید برید. ما در عوض حسن خرس‌الله زن و بچه‌شو میاریم اینجا بخورن، کون کلوف بکنن. ما در عوض افغانی‌ها رو میاریم به ناموس ما تجاوز میکنن، جیب ما رو میزنن، جیب بری هم میکنن، تازه اینجا زندگی هم میکنن، بهشون کارت اقامت هم میدیم. خب
این یه ذره مثلا برای ما واقعا ناراحت کننده است. ما مردم ایران دیگه تا این اندازه نباید بی غیرت بشیم، ببخشید دارم اینجوری میگم، دیگه نباید اجازه بدیم. اون یکی که آمد گفت برید کلیتون رو بفروشید، هیچکی دم نزد اصلا. گوش بدید، در صورتی که الان تو خیابون تو به یه نفر باور کن الان تو خیابونای ایران اینجوری شده، اینقدر که مردم اعصابشون به هم ریخته است، تو خیابون داری رد میشه اینجوری یک نفر رو نگاه کنی میاد بیرون میگه مادر تو رو خواهر تو رو چرا نگاه میکنی؟ آقا نگاه کردم ببخشید، نه بیا تیزی میکشه میزنه. ولی همون آدم کون نداره به جمهوری اسلامی که تا دسته داره بهش فرو میکنه، جرأت نداره حرف بزنه. ماها متاسفانه بلدیم به خودمون ظلم بکنیم. دیشبم حالا گفتم دیگه نمیخوام امشب ادامه بدم، ولی اونهایی که دارن به ما ظلم میکنن رو جرأت نداریم بهشون حرف بزنیم. پیمان، قبل از اینکه من بازم سوالمو مطرح کنم بازم میگم این نگاه کنید 804 تا شد. من هر سری میگم شما میرید این قلبه رو فشار خب نگم برید بزنید دیگه. خب پیمان، من حامل خبر بدی هستم هم واسه شما و هم واسه مردم ایران و باید تو همین لایو بگم که متاسفانه این انقلاب ما به ثمر نخواهد نشست. دلیل دارم بابت این قضیه، دلیل دارم. متاسفانه ما ساعتی پیش فهمیدیم که لیدر بخش بزرگی از مردم ایران، بخشی بزرگی از مردمی که علیه رژیم جمهوری اسلامی داشتن فعالیت میکردن، متاسفانه کناره‌گیری کردن از این وادی به قول معروف و دیگه هم نمیخوان بیان و میخوان برن استراحت و خسته شدن. و بابت همین من میتونم با قاطعیت بگم که دیگه این انقلاب پیروز نخواهد شد و مردم همینجوری خواهند بود. جناب آقای جفرسون، همون جناب آقای فخرآور، اتفاقا منم دیدم یه جایی یه توییتی کرده بود. آره چی شد؟ چرا ما الان چیکار باید بکنیم؟ چه خاکی باید کیسه هم باید برید؟ حالا مردم چه خاکی من باید کیسه هم برید؟ حداقل 2 تا میومد حرف میزد این پادکست ما رو پر میکرد 4 تا ازش مطلب میذاشیم. آقا اینا واقعا پادشون چیه پیمان؟ اینا چی فکر میکنن آخه؟ اینا مردم چی فکر میکنن؟ یعنی مردم آگاه نیستن. آقا میاد در مورد کتابش حرف میزنه، آقا اشکال نداره بیا بگو، آقا بیا دروغ بگو. آخه اینی که الان نوشتی 33 ساله هر چی در توان داشتم برای تحقق آرمان آزادی و دموکراسی در ایران به کار گرفتم، هنگام کنار نشستن شاید فرا رسیده. نکن من واقعا شما وقتی حرف ایشون رو میزنی، چون خیلی ها اینو تو فضای مجازی به پریوش میشناسن، یعنی اصلا ناخودآگاه لبخند بر لب همه نقش میدن. آقا اونایی که من میونه اونایی که اسمشون پریوش هستش ناراحت نشن. خلاص اسم دیگه ما اسم مسخره نمی‌کنیم. چطور مثلا میگیم ژیلا، چطور میگیم پرستو، مسخره نمی‌کنیم، ناراحت نشید فقط. صادق من یه سوال از این دست افرادها دارم. نگاه من و تو خب خودمون میدونیم که شغل ما چیه، کار ما چیه، چی کار میکنیم. کار ما این نیست که شب به شب فقط بیایم جلوی دوربین بشینیم حرف بزنیم. ما ساعت اداری کار میکنیم جایی، به تبع اون حقوق میگیریم و زندگی خودمون رو میچرخونیم. نه کاخ داریم، نه ماشین میلیاردی داریم، نه چیزی. به اندازه خودمون که حالا ایران هم بودیم همونقدر داشتیم اینجا هم داریم. من میخوام بدونم مثلا همین آقای فخرآور، خب دارم میگم دوستانه هم دارم میگم، آقای فخرآور شما همیشه برنامه‌های لایوتون تو یه کاخی بوده که از اونجایی که بارها و بارها دختر بچه‌تون میاد سمت شما و اینا، آدم میفهمه اون کاخ خونه شماست. سالها هم هست دارید از اونجا برنامه اجرا میکنید. گوش میدی آقا صادق؟ به همین خدای کنار قلبم من بی منظور دارم میگم. الان شما اسمشو بردید، من اولش تعجب کردم که چه کسیه که میلیون ها طرفدار داره و فلان، فکر نکنم داری مزاح میکنی. خب من اینو میخوام بگم آقا، شمایی که از صبح تا شب لایو میذاری، کار نداری، شغل درست حسابی نداری، تو بهترین ایالت آمریکا
چجوری یه خونه ای داری عین کاخه و بعد شما بعضی از این ویدیوهای خودت رو، لایوهای خودت رو، ویدیوهای کوتاه خودت رو از داخل اتومبیل میگیری، در عین حال که حالا داری رانندگی میکنی، خیلی کتاب قانون نوشتی ولی خودت قانون رو رعایت نمیکنی، مثل استاندار عقب افتاده گیلان حقشناس در حین رانندگی برمیداری ویدیو میگیری. خب حالا اون ماشینی هم که من دیدم قشنگ کروک، قشنگ سیستم اوکی فلان، میلیاردی هم پول اونه. آقای فخرآورد، شما که یک روز در آمریکا کار نکردید تا به امروز، آخوندم نیستی که بگم خمس و زکات از داخل ایران برات میاد که مثلا یه پولی حالا از یه جا چون آخوندهای کنگوشاد میشینن خونه میگن آقا ما خمس و زکات مردم رو میگیریم، مردم پول میدن ما باش داریم زندگی. آقای فخرآورد، تو خونه میلیاردی رو که الان حداقل 10 سال توش نشستی، این بس استیجاری نیست. خب استیجاری نیست، مال خودته. درست زمانی هم تو خریداری کردی اینجوری که پیداست، تو این لایواتون نگاه میکنه، اون خانم چهارشنبه سفید و آلبالویی یه چی بود، اونم انگار یه همچین خونه میلیونی خریده، درست یه جورایی مطابقت داره، همزمان خریداری کردی. خب شما این پول از کجا آوردید؟ آقا به ما هم بگید، ما مفلسیم، ما وضع ما خرابه، این همه الان 4200 300 نفرم اینجا هستن، خدا وکیلی راشو به ما هم نشون بدید که کار نکنیم، از صبح بیایم اینجا یه دونه بابا خواسته کتاب نوشتیم، اون رو هی بالا ببریم هی پایین بیاریم، من قانون اساسی نوشتم. آقا این پول رو از کجا آوردی؟ این رو به ما بگو. الان چرا آمدی میگی که من دیگه نیازه که بعد از 33 سال رهبری مثلا فلان میخوام چرا درست با آمدن ترامپ و بستن آبشخورها نکنین دوستان، من یه چیزی رو خدمت شما بینندگان عزیز بگم، اینو در جریان باشید. تمام دستگاه‌های امنیتی دنیا با کشورهایی که مشکل دارند یک میز اون کشور رو دارند. مثلا همین آمریکا CIA چون با جمهوری اسلامی زاویه داره، مشکل داره، دشمنش هست، یک میز ایران در CIA هست. اینا سالانه یک بودجه نکش دارن، یک بودجه آنچنانی دارن. این بودجه رو چجوری خرج میکنن؟ بودجه رو 20% رو میدن به جاسوساشون در داخل کشور کارهای محیطی و میدانی و اینجا انجام بدن. 30% اوور میدارن هزینه پرسنلی که استخدام کردن برای میز ایران، چه کارهایی انجام میدن، چه کارهایی میکنن، مأموریت هایی که میرن و فلان. این میشه چقدر؟ میشه 50%. 50% رو بحث تبلیغات و رسانه، یه پول کلانی میشه. این میز هم در وزارت خارجه آمریکا، من مشخصا آمریکا رو دارم میگم، اصلا کشورهای دیگر کار ندارم، همین میز در ایران هم هست. همین میز اسرائیل در ایران هست، میز آمریکا در ایران هست. اینها بودجه دارن ولی بودجه آمریکا کجا، بودجه این کشور کجا؟ خب اینها 50% رو اختصاص میدن به شرکت ها و به مؤسسات و به مراکز و به کسایی که فعالیت رسانه‌ای میکنن. گوش میدی؟ چهارشنبه های آلبالویی میاد برنامه میسازه، مثل اون برنامه‌ای که الان تو VOA داره و فلان و اینها، بودجه آنچنانی میگیره. بابت همین روسری سفید گذاشتن نذاشتن، این فعالیت کردن، هر ویدئویی که من اینو فقط برای روشن شدن شما ملت عزیز دارم میگم، هر ویدئویی که شما از عدم گذاشتن روسری تو خیابون، هر کاری که میکنید، یه شعار نویسی، هر چیزی که بشه، اینها ویدئو بگیرن برای این خانم یا برای این مشت جکسون ما، جفرسون ما بفرستن، اینا بودجه میگیرن دوستان، پول میگیرن. خب وگرنه باور کنید مایی که الان در اروپا هستیم، اگر یک هفته کار نکنیم از گرسنگی میمیریم. اینو من خدمت شما عرض بکنم. ما یک هفته تکس پدر آدم دقیقاً یعنی ما یک هفته اگر کار نکنیم وضعیت ما بغرنج خواهد شد. ولی اینهایی که میشینن میگن ما از مردم هستیم، اپوزیسیون هستیم، برای مردم هستیم، ذوب هستیم، دوستان بشنوید ولی باور نکنید. حالا اینکه یهو ترامپ آمد در گاله رو بست و اون آبشخوری که میرفت تو حلقوم اینها اونو بست، آقایان دیدن دیگه با ماشین آنچنانی و خانه آنچنانی و بدون پول یا مفت که بشینی حرف مفت بزنی دیگه نمیرسه. الان اومدن گفتن که دیگه تعطیل، ما دیگه کاری نمی کنیم و اینا. ملت شریف ایران،
عزیزان من قربون قد و بالاتون بشم، اصلا به بیراهه نرید. این اپوزیسیون هایی که خارج از کشور هستند همشون برای پول نه برای شما مردم کار میکنن. اینها اتفاقا شایدم بعد از برنامه که تموم بشه دست دعا بلند بکنن، بگن ای خدای شیطانی که پشت ابرها هستی، میتوانی یک قدرت دیگر بدهی که 20 سال دیگر رژیم آخوندی بماند تا ما این آب‌باریکه‌ای که ماهیانه برای ما داره داده میشه این همینجور ادامه. اینها اصلا هیچ علاقه‌ای به سرنگونی رژیم آخوندی ندارن. مردم ایران شاید هم الان از من بپرسه آقا پیمان بس ما به کی اطمینان بکنیم، چی کار بکنیم؟ شما به تنها کسی که در حال حاضر اینو به همین خدای کنار قلبم، من نه با رضا شاه دوم ارتباطی دارم نه با بچهای دفترش که اصلا شکل ما رو نمیتونن ببینن ارتباطی داریم. من قلبا اون آقا رو دوست دارم، چون من خودم آدمی هستم اینقدر سختی کشیدم، مو رو از ماست میکشن بیرون. من تا اون آخر سوراخ و فیخالدون طرف میرم تا ببینم اوضاع چطوره. من اگر غشی در رضا شاه دوم میدیدم الان جلوی شما، من تعارف با پدر خودم ندارم که الان زیر خروارها خاک خوابیده. من اگر غشی از رضا شاه دوم میدیدم، من انتقادی به همسرشون داشتم، خیلی محترمانه گفتم، انتقادی به دفترشون داشتم، ولی من هیچ انتقادی به این شخص ندارم. این وجودشو برای شما گذاشته، این زندگیشو برای شما گذاشته و تنها آلترناتیویه که تمام دنیایشون رو قبول داره. اصلا به چپ و راست و بالا و پایین و های و هوی و داد فریاد و اپوزیسیون هیچ توجهی نکنید. اینها هیچ کدوم دلشون برای شما نمیسوزه. به ما هم توجه نکنید. شما اگر میخواهید به سرمنزل مقصود برسید، کشورتون رو به زودی پس بگیرید دوستان، لااقل توی این سالهایی که من اینور وایسادم تو دستگاه‌های حساسی که کار کردم، یک چیزایی که فهمیدم اینه: تنها راه درست رضا شاه دوم. شما این رضا شاه دوم رو بیارید تو کشورتون برای دوران گذار خودتون. من نگفتم شاه بردارید بیارید 200 سال بمونه، نه، خودش هم اینو نمیخواد. برای دوران گذارتون بعد از سرنگونی رژیم آخوندی و پیروزی انقلاب ملی ایران، نه پیروزی انقلاب مجاهدین خلق، نه پیروزی انقلاب اصلاح طلبان و اصولگرایان و هر گوه دیگه ای که هستن، اونا رو وا بدید. انقلاب، یه دونه انقلاب قراره به زودی اتفاق بیفته، اونم انقلاب ملی ایرانه، یعنی انقلاب شما مردم ایران برای خودتون. خب با رهبریت شما الان یک آلترناتیو نیاز دارید، چون دولت نمیتونه بگه 80 میلیون مردم ایران بیان با من بشینید تا با هم به توافق برسیم که ببینیم چی. نه، اونها یک نفر رو میخوان بشناسن و در حال حاضر یک نفر رو میشناسن و اون شخص رضا شاه دومه. این آقا رو بشناسید، با صحبت‌های ایشون، با راهنمایی‌های ایشون جلو بروید. بعضی کشورها هم دارن کمک میکنن که به زودی این رژیم سرنگون بشه. این داستان‌های جفنگ‌ها رو ولش کنید که به ظاهر دارن میگن آقا دارن مذاکره میکنن و آقا دارن پلن جای دیگه بسته شد. جمهوری اسلامی دیگر جای دفاع ندارد، باید برود. فقط هم این موضع خود جناب آقای ترامپ نیست. پشت دست گروهی هستن که به این نتیجه رسیدن. من قبلا هم گرا به شما دادم که از رهبران چند کشور هستن، از اون اتاق فکر چند کشور هستن، به این نتیجه رسیدن که در خاورمیانه نوین، در نظم نوین خاورمیانه دیگه جایی برای جمهوری اسلامی نباشد. پس تنها آلترناتیو شما از این ور آبی ها فقط رضا شاه دومه. بقیه رو دیگه بزنید در به کونشون و بندازید اینها رو بیرون. بسیار هم عالی. من یه سوال دیگه هم دارم، ولی 64 دقیقه شد، هم خودت خسته شدید هم بچه‌ای که توی لایو هستم خسته شدم. من این سوالو میذارم واسه فردا شبتون درباره وفای گروسی، فکر کنم طولانی بشه به خاطر همین. مرسی پیمان عزیز، مرسی از همه اونایی که 4000 و نزدیک 3400 نفر امشب آنلاین بودن. دمتون هم گرم. 925 من فکر می‌کردم امشب به 1000 تا میرسیم. فردا شب بیایید و این لایک‌های این بغل رو فشار بدید تا این لایک‌ها بیشتر بشه. دمتون هم گرم. منم تشکر میکنم از شما، خیلی ممنونم از اینکه هر شب میایم میشینیم صحبت میکنیم. مطمئن باشید ما تا روزی قولم به شما دادیم، تا اون روزی که بیایم اینجا و خبر سرنگونی رژیم جنایتکار آخوندی رو بدیم از اینجا تکون نمیخوریم، هستیم
امروز هم به ما فکر کنم $1.49 کمک کردن. فکر کنم تولد تو بوده به ما کمک کردن. درود به شرف شما، دم شما هم گرم، مخلص شما هم هستیم از اینکه همه جوره ما رو حمایت میکنید. حمایت شما همین کامنت ها باشه، همین لایک باشه. فداتونم بشم. شیمی جان ربی میرم، مراقب خودتون باشید. همه شما رو تا درود دیگر رو خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و همگی خوش.